12 تن دل و سنگدان مرغ و آلایش‌های دامی به نام گوشت چرخ کرده امروز از انباری در خیابان هنربر مشهد کشف شد. بیشتر این گوشت‌ها در رستوران‌ها و هتل‌های مشهد مصرف می‌شده است. کشف کارگاه مثلا تولید گوشت چرخ کرده. همکنون محلی رو که مشاهده می‌فرمایید که فاقد پلاک، فاقد تابلو هستش و گزارش شده که در اینجا گوشت و آلایشات دامی بسته‌بندی و به صورت تقلبی به بازار عرضه میشه. وقتی گوشت قرمز از مرز 100,000 تومان می‌گذرد، فرصت برای سودجویان فراهم می‌شود. 25 تا بسته 5 کیلویی به قیمت 125 تا به فروش می‌رسونده. فقط مصارف هتل و رستوران داره. اون خودش میدونه، او هتلدار رستوران میدونه چی ترکیب کنه. شما هتلدار و رستوراندار میدونه که این گوشتی که شما بهش میدی سنگدون مرغ و ایناست؟ بله همش خبر دارن. آلایش دامی که فقط نام گوشت چرخ کرده را یدک میکشید. تمام این ضایعات میومد اینجا مخلوط میشده به صورت ضایعات. اینا به هیچ عنوان اجازه مصرف خوراکی نداره، اینا مصرف صنعتی داره و بعد حتی با سنگدان‌های تاریخ گذشته که بوی فساد گرفته و به قول گفتنی تاریخش گذشته مخلوط می شده و به عنوان گوشت چرخ کرده با قیمت پایین می اومده. از بحث افزایش قیمت ها سوء استفاده کردن و به اسم که گوشت به حساب چرخ کرده ارزان قیمت در اختیار مردم گذاشتن دست به تقلب می‌زد. تخلف در چنین سطوحی که با سلامت مردم ارتباط دارد میتواند مجازات‌های سنگینی به همراه داشته باشد. تمام این آقایون متهمین دستبند زده میشن و به زندان ارزم حضورشون گسیل داده میشن تا فردا صبح اداری که ارزم حضورتون این پرونده جمع جور بشه و به هر حال قاضی ما وارد رسیدگی بشه. ایام نوروز ایام پذیرایی از میهمانان امام مهربانی هاست، ولی برخی چگونه از میهمان پذیرایی میکنند؟ حدود 12 تن دل و سنگدان مرغ و آلایش‌های دامی به ارزش 3 میلیارد و 200 میلیون تومان در این کارگاه کشف و ضبط و پلمپ شد. محمد جواد کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.